السلام علیکم جماعت المسلمین و صاحبان ایمان و مهمانان محترم. امروز چند هم سخن پیرامونی زنهایی که در دور خودسالی عربهای جاهل نادان اونها را از ترس ناموس و از ترس نفقه دادن که زنده به گور میکردن یک آیت برای شما بیان میکنیم انشاءالله که بعد نماز میخوانیم. حضرت خداوند در کلام پاکش میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا الموءودة سئلت بأی ذنب قتلت. خداوند میگه روزی میشود که پرسیده میشه شما از اون موعوده هایی که اونها را زنده به گور کرده. و اذا الموءودة سئلت بأی ذنب قتلت. موعوده را پرسیده میشه که تو برای چی کشته شدی؟ در روز قیامت در پیش پروردگار دادگر جواب و پاسخ میدهد که این پدر ظالم مرا به خاطر ناموس خود زنده به گور کرد. یعنی که عرب ها در بنش و عنعنه بود و باعث رشک باعث ناموس بود برای اونها که در خاندان کدامشان اگر که فرزند مادینه به دنیا می آمد ایش برای ایذا و علم دادن دیگرش میگو من حیدگیر هستم که در عائله تو دختر به دنیا آمده است و قهقه میخندید. در همین حالت از روی ناموس جواب مبارکبایی را نمیداد و نامبارک میگفت، یعنی که ناخوشایند میشد. در چهرهش یک خشم و یک غضب هویدا میشد که گویا از همون فرزندی که خداوند برای عطا کرده است نمیخواست. این سخن برای چی من میگم؟ برای خانم‌های عزیز، برای خواهرها، برای مادرها، برای کیلونها که اسلام بود که این زنها را آزاد کرد که ای قید اون کشتن و بند عذاب و اذیت نجات داد. انا همین اسلام وقتی که حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم مبعوث شد پیغمبریش و این قرآن پاک و پاکیزه که برنامه هدایت از برای انسان است نازل شد، حضرت پیامبر اون عرب‌های دخترکش باز داشت. از چی؟ از دخترکشی. یک سخن همینجا یک قصه حضرت عمر رضی الله عنه که حضرت عمر وقتی که اسلام آورد زار میگریست و تأسف میخورد و پشیمانی میکرد که من در دوران جاهلیت نمیدانستم دو کاری را انجام دادم که تا حال از یادم نمیروه، این جاهلی و این ابلهی و این نادانی. حضرت عمر میگه ما از همون خرماهای عربی دنگلو پیش بشید ما از همون خرماهای عربی میگه بود راست میکردیم و اونها را خدا گفته پرستش میکردیم. حالتی که گرسنه میموندیم همون خداها را با تیکه تیکه میکردیم و میخوردیم. این جهالت ببین. یا که میگه وقتی که من صاحب دختر شدم بحر دخترم بردم قبر کندم و همون دخترم زنده به زنده در قبر گذاشتم. وقتی که برای او میگه خاک میکندم خاکدان خاکی در ریش من میریخت، همون فرزندم خم میشده میگو بابا جان این ریشت برای خاک دست ریشی من میتکید، من رحم به همون فرزند نکردم زنده به زنده او را تای خاک کرد. اکو ببین که حضرت پیامبر که بهترین بشر رحمت للعالمین است نه رحمت المؤمنین. خداوند رحمت العالمین گفته است برای تمام عالمیان. حضرت پیامبر یک رحمت بود که این زنها را از قید کشتن نجات داد. یک قصه دیگر که در همون دوران جاهلیت برای همین زنهایی که امروز آزاد هستند و آزادی را از اسلام نمیدونند، وقتی که برای اونها ای اسلام سخن گفته می شود فشارهای اونها بلند می شوند، یعنی اسلام ناخواهان هستند، 4 طریق نکاح برای اونها مقرر شد. یک نکاحش همین بود که کدام دختری که سن سالش به بلاغت می رسید در خونه او یک بیرق زده میشید، در یک روز به 10 مرد میرسید، 10 مرد و همون یک زن میرسید. بعد وقتی که زن حامله و باردار میشید همون 10 مرد یا که 12 مرد چند مرد که به همون رسیده است همه همونها را شب چهره شناسان گفته دعوت میکردن. بعد همون کودک اونجا چهره شناسان ششتگی بودن، همون کودک نظر میکردن، همون مردکا را نظر میکردن، میگفتن همین ای فلان انسان قدی چهره ماننده، همین زن به همون را میدوندن. جهالت ببینید. این یک نکاح بود. یک نکاح دیگر که یک زن با یک شوهر ازدواج میکرد، وقتی که یک انسان پهلوان بوزبله را که میدیدن همین شوهر ابله خودش
زنش میگفت که انا همون مردی بوزباله را انتخاب کو ایهم برای ما فرزند به بار بیار. قطعی همون رابطه میکرد. وقتی که حامله دار میشد پس ای حامله داریش بعد به زن خودش رابطه میکرد. مردها را جهالت ببین. این همه خیلی در بین مردم رویه بود. همین طور که امروز در بین ما بدعتها رویه دارند، بدعتها چقدر جاری شدن در بین اونها هم همین بود. یک نکاح دیگر 10 مرد در یک شب با یک زن خلوت صحت میکرد. یعنی که میرسید وقتی که میرسید همون باردار که میشید همون 10 مرد دعوت میکرده در همون خونه همون زن خودش نظر میکرد کدوم ای همون مردها مقبولش میشید میگو که همین طفل ای همون ایره ببین انمی اسلام بود که اومد ایره برطرف کرد. آیا این حقوق و آزادی زنه؟ ببین که حضرت پیامبر وقتی که اومد برای ما نکاح ببین که زنها را اختیار داد که وقتی به بلاغت میرسن خودش اختیار کنن، ولیهاش اونها را جبر کرده نمیتونن. اگر یک پسرک نخواه همون دختر ولیش بزور هم را جبر کرده و در تحت نکاح همون قرار داده نمیتونه. این را کی کرد؟ اسلام حقوق داد ان همین زنها را که ببین کسی را که میخواه دیلش نفسش میکسه با داری خونش همون خواستگاری میاد بخواه همون نفس تسلیم نخواه ردش میکنه. حق داره انمون زن انمی را کی حقوق داد؟ انمون اسلام. ببین که زنها با چقدر خاری و زاری در دوران طفلیت زنده به گورشو میکردن، دورانی که به بلاغت میرسیدن با این طریقانی که با چند مرد او میرسیده بعد به یک مرد داده میشید. آیا همه حقوقه؟ این ظلم نیست؟ این جبر نیست نسبت زنها؟ اکنون من در همین دوامی موعظم خطاب به سوی زنها میکنم، خطاب به سوی بانوها میکنم، خطاب به سوی مادرها و خواهرچه ها میکنم که قدر این نعمت بدونن، قدر این اسلام بدونن، خدا را پرستش بکنن، شکرانه به سوی خدا بکنن. پروردگار را ببین که برای زنهای مسلمانی که ایمان به خدا دارند و شوهرها را اطاعت میکنن و خدا و رسول اطاعت میکنن چقدر شرف برای اونها خداوند عطا کردن. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه زن لباس شوهرش اگر به صابون خوشبو بشوه، حالتی که شوهرش برای لباس احتیاج میشه همون همسر بیاد لباس در کتفای همون شوهرش پرتویه که ای بوی خشی همون صابونی همون شوهر اگر چقر نفس بگیره یک راحت بکنه برای همون زن واجب میشه جنت. ببین که خداوند زنها را عبادت شد چقدر سهل آسان کرده که خدمت شوهری خودش میکنه خداوند برای اون جنت عطا میکنه. چه جایی که فرزند پرورش میکنه مادر این خودش کارخونه آدم سازی است. اگر حالتی که ستر نداشته باشه، حیا نداشته باشه، غذای بیشک شبهه نداشته باشه، از هر جایی بخواه بخوره، کدام مرد را بخواه نظارت بکنه، در همون حالت همون جنینی که در بطن مادرها و خواهرچه‌ها به وجود میآید سالم نمیآید، او فاسق میآید، دزد میآید، ظالم میآید، رهشب میآید، بینواز میآید. اون دردی سری کی میشود؟ دردی سری ان همون پدر و مادر میشود. و همین خاطر خطاب به سوی بانوها میکنم که همون فرزندهایی که به بار میارن بالای مادرها فرضه که اونها را تعلیم خوب بدین تا دوران بلاغت شود. برای چی؟ وقتی که در گهواره هستند در اختیار پدر و مادر هستند. اگه برای مادر مرتبهش و تربیه کردن فرزندش یک قصه پیش میاد همینجا که در یک دوران یک پادشاه بود میگه یک پسر داشت، یک پسر از دار دنیا داشت. وقتی که به یک دولت دیگر دولتش جنجال میشود همین فرزند خودش سرلشکر میکنه و با همون دولت برای جنگ آماده میکنه و روان میکنه. ای بین 2 روز میگذره که از درون همون معرکه جنگ ای بین همین لشکری ها سربازان فرزند همین پادشاه یکی میآید و سنی پادشاه میگه ای پادشاه فرزند لشکر بای داد و همه لشکر در محاصره گرفتند، امروز یا فردا برای غلبه کردن شهر میآیند. در همین حالت نگه پادشاه یک ترس بیم و هراسان میشود. این وقتی که دوام میشود همون همسرش میپرسه که ای همسری بزرگوار چی چیز باعث شده است که توی قدر سراسیمه ای؟ وقتی که این ماجرا را در پیش همسرش میگه ای همسر عزیز اینا باور نکن این دروغه. وقتی که همین سخنه با یک اطمینان و با یک باوری میگن
پادشاه حیرت میکنه که از درون معرکه جنگ لشکر گرفته از آمده است، من اطلاع و خبر داده است که ایخانه پاسخ داده است اگه این دروغه گو من اطمینان دارم این دروغه. پس ای او دیگر آمد گو من حیدرگیرم هستم که فرزند تو غالب اومد، اون شهر غلبه کرد گرفت، الان مال غنیمت و همه سرلشکرهای اون پادشاه را اسیر گرفته آورده است. وقتی که پادشاه ایسخند در پیش همسرش گفت، همسرش گفت این راسته باور کرد، گفت این نشانه ها را ایجا برای ما پاسخ میگوییم؟ و من اینها را از همینجا پاسخ میگم که حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که مادر این کارخانه آدم سازی است. وقتی که من همه فرزند در بطنم بود جنین همه، من از غذاهای شک شبه استفاده کردگی نیستم، یک وقت نماز به قضا کردگی نیستم. وقتی که به دنیا آوردم هر وقتی که محتاج به نفقه میشید، یعنی به شیر خوردن پیستان من میشید، من طهارت میگرفتم، 2 رکعت نماز میخوندم، بعد پیستان ما در دهن یک فرزند میمودم، این میمکید تا مکیدن من ذکر خدا میکردم، سبحان الله و الحمدلله میگفتم، در حق این فرزند به سوی خدا گردن کج میکردم و دعا میکردم. از همین من پاسخ میگم که این فرزند من فرزند بزدل نیست. اگر ای مادرها شما ببینید که تربیه فرزند ای گهواره سر میشود که حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه من مهد الی الله. طلب کردن علم دین فرض است بر مردهای مسلمان و بر زنهای مسلمان از گهواره تا گوره. یعنی که تربیه نسل، تربیه فرزند از گهواره شروع می شود. همون جایی که مادرها و خواهرها الله میگن، صحابه ها را زنهاش و پیامبر را زنهاش الله نبود، الله بود. الله میگفتن تا کودک خواب بودن همون تسبیح میگفتن تا که او فرزندها به نام الله خوابش ببرند و به نام الله بیدار شوند. امروز زنها در کار سر فرزندها چی اشوله های فیست و فجور میگن، وقتی که در دوران پیری میرسند اون فرزندها به درد پدر و مادر نمیخورند. برای چی؟ پدر و مادر فرزند تربیه کرده نتونستند. اگر فرزند تربیه کرده میتونستند در دوران پیری خار حقیر نمیشیدند. حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث دیگر میفرماید که ای مردمی که ایمان به خدا و آخرت داره، شما فرزندان را تا دوران بلاغت تربیه بکنید که بعد از بلاغت شما را اطاعت نمیکنند. وقتی که به بلاغت رسیدن سخنهای شما را دیگر گوش نمیدهند. امروز بسیار در قید حیات پدرها و مادرهایی که ای همون فرزندهای خودشو شکایت میکنن در عذابن خار زار حقیر هستند. به خاطر چی؟ به خاطر که سخن پیامبر و حدیث پیامبر نگرفتن و قبول نکردن و پیرو امر پیامبر نشدن. به این خاطر امروز اونها خار حقیر هستند. و همین خاطر باز هم خطاب به سوی زنها و دخترها میکنم که شما در خاندان وزیر هستید، باید که مال شوهر محافظت کنه. زنی که به اجازت شوهر مالش تلف میکنه، با یک مردی بیگونه صحبت میکنه یا یک مال شوهرش برای یک مرد اجنبی میتیه، مثل بگیریم که یک انسان یا برای او بیل یا کدمن یا یگان چیز در کار شوهر نیست، اون زن ای خانه میغره همورا میتیه در نزد خدا و رسول جواب کنه. برای چی؟ زن برای محافظت مال شوهر خودش علل خصوص خودش مال شوهر باید خودش ای نظر نامحرما نگه بدارد که نامحرما او را نگه نکنند، لذت ببرند از او. و اگر در نزد خداوند جوابگره میگه یک زن وقتی که از دروازه خونه بیرون میشه و چقدر خودش جلا و زیبا و خوشبو میکنه و در راه قدم میزنند، کدام انسانهایی که او را میبینند لذت میگیرند و از بوی او مشام میکنند و استفاده میبرند، اگر به اجازت شوهر باشه در نزد خدا و رسول خودش جواب میده. نه که اگر در همون عملی زن همسرش شوهرش راضی باشه در نزد خداوند شوهر جواب میده، اون زن جواب نمیده. برای چی؟ برای که اون زن مال شوهر بود. حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که در یک حدیثش که الدنیا متاع خیر متاع دنیا زوجت صالحه. دنیا سرپا متاع است، مال است، ثروت است، نیکی بهترین اینها زنهای صالحه هستند. همین زنها برای شوهرها بهترین مالند به شرطی که صالحه باشند. صالحه کی میگن؟
اطاعتگری خدا باشه. اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعتگری خدا و اطاعتگری رسول و اطاعتگری شوهر باشن بهترین زنها هستند. حضرت پیامبر میگه برای این زمره زنها 8 در جنت باز است، از کلام در جنت میخواهند وارد بشوند. اینجا سوال به میان میآید که برای درآمدن یک زن یک در بهشت کفایت داره، برای چی 8 در بهشت میگشایند؟ برای عزت و احترام و شرف اون زن که خدا و رسول شوهر اطاعت کرده است. پروردگار میگه برای عزت 8 در کنه، از کدام دری که خودش میخواه وارد جنت بشه. باز هم در اخیر تاکید میکنم ای مادرها و خواهرهای عزیز، احترام شوهرها را، احترام خود و قدر منزلت و شرف خود و قدر منزلت اسلام بدونه که نسبت شما این محمد صلی الله علیه و سلم بود که غمخواری کرد که این روز شما صاحب آزادی شده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین.